اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا برای الله سبحانه و تعالی است. الله تعالی بخشنده مهربان و مهربان ترین مهربانان است که رحمتش همه چیز را فرا گرفته است. الله سبحانه و تعالی فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و رحمتی وسعت کل شیء. و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است. سوره اعراف آیه 156. در صحیح مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: الله سبحانه و تعالی 100 رحمت دارد. از آن 100 رحمت یک رحمت را میان جنها، انسانها، چهارپایان و حشرات نازل کرده است که با آن یک رحمت به یکدیگر مهربانی می نمایند و به همدیگر رحم می کنند و با همین رحمت حیوانات وحشی به فرزندان خود رحم می نمایند. الله تعالی 99 رحمت خود را نگه داشته است که با آن 99 رحمت در روز قیامت بندگان خود را رحم می نماید. صحیح مسلم رقم حدیث 6908. از عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که میگوید اسیران را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردند. زنی در میان اسیران به این سو و آن سو می دوید. ناگهان کودکی را در میان اسیران دید. پس آن کودک را به آغوشش گرفته به او شیر داد. آنگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما فرمود: آیا این زن فرزندش را به آتش می پرتاید؟ گفتیم نه قسم به الله، امکان ندارد چنین کاری بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: همانا الله سبحانه و تعالی به بندگانش از این مادر نسبت به فرزندش مهربان تر است. حدیث متفق علیه است. یکی از رحمت‌های الله سبحانه و تعالی بر بندگانش این است که پیامبران را فرستاد و کتاب‌ها و شریعت‌ها را نازل کرد تا زندگی آنها در راه راست، دور از سختی و مشقت و تنگی پیش رود. الله سبحانه و تعالی فرموده است: و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و ای پیامبر، تو را جز رحمت برای جهانیان نفرستادیم. سوره انبیاء آیه 107. رحمت الله سبحانه و تعالی همان چیزی است که بندگان مؤمنش را در روز قیامت وارد بهشت می کند. هیچ کس تنها با عملش وارد بهشت نمی شود، چنانکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: هیچ کس از شما با عمل خود وارد بهشت نمی شود. صحابگان گفتند: ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی شما هم؟ فرمود: حتی من هم با عمل خود وارد بهشت نمی شوم، مگر اینکه الله سبحانه و تعالی مرا با فضل و رحمت خود بپوشاند. از این رو راه درست را پیشه بگیرید و در انجام دادن آن زیاده روی و یا کوتاهی ننمایید، بلکه میانه روی کنید. هرگز کسی از شما آرزوی مرگ نکند. اگر نیکوکار باشد شاید بر نیکی‌هایش بیفزاید و اگر گناهکار باشد شاید توفیق توبه بیابد. روایت بخاری و مسلم. پس مؤمن باید بین امید و رحمت الله سبحانه و تعالی و ترس از عذاب او قرار داشته باشد، زیرا الله سبحانه و تعالی در سوره حجر آیه 49-50 فرموده است: و بندگانم خبر بده که یقینا من آمرزنده مهربانم و اینکه عذاب من عذاب دردناک است. ای پروردگار ما را با رحمت خود رحم نما، ای مهربان ترین مهربانان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.